علی جان، یه سوالی که خب خیلی از ما در موردش پرسیده میشه در مورد این بحث دانشگاه هستش. یه توضیح اگه به من بدی که خب بیشتر مردم آگاه بشن از شرایط دانشگاه. خدمت عرض کنم آتیلا جان، دانشگاه‌های قبرس شمالی تقریبا 99%شون تو رنکینگ هستن و قابل اینکه عزیزانی که اینجا تحصیل میکنن بتونن ادامه تحصیل رو تو اروپا یا انگلیس ادامه بدن و تمام مدارک تحصیلی که اینجا میگیرن میتونن باش تو اروپا و تو انگلیس کار کنن. این خب یعنی اینکه دانشگاه اینجا خیلی معتبره تو دنیا. و خب یه مسئله دیگه، ما میتونیم از طریق قراردادایی که با دانشگاه اینجا داریم بین 25 تا 100% بعضی از رشته‌ها رو بورسیه تحصیلی کنیم، یعنی هیچ هزینه‌ای از اون پرداخت نکنن برای اینکه بخوام برن دانشگاه. و مسئله بعدی این که اینجا دانشگاه‌هاش هزینه دانشگاه‌ها تقریبا میتونم بگم 1/5 هزینه دانشگاه‌های همه جای دنیاست، یا نسبت به ترکیه، نسبت به کشورهای دیگه 1/5 هزینه. خب خیلی دلنگرانن که خب ما بیایم اینجا چجوری باید این کار رو انجام بدیم، آیا ما میتونیم این خدمات رو بهشون بدیم که از اول در کنارشون باشیم که همه مسائلش بتونیم حل کنیم؟ کلا ما تیم تحصیلی داریم، یعنی حتی عزیزانی که قصد خرید ملک هم ندارن میتونن با ما تماس بگیرن، ما این کار رو براشون انجام میدیم، براشون برای بچه‌هاشون حالا شرایطش اگه داشته باشن بورسیه میگیریم، دانشگاهشون رو ثبت نام میکنیم، تمام کاراشون رو انجام میدیم. و یه مزیتی که قبرس داره، من خیلی تو این مدت توجه کردم و بررسی کردم، شاید بالغ بر 90% دانشجوهای اینجا مشغول به کارن، یعنی اینکه میتونن هزینه دانشگاهشون رو اینجا هم کار کنن هم درآمدزایی کنن، چون اینجا تو قبرس دانشجوها بهشون اجازه کار میدن، خیلی راحت میتونن تو خیلی از جاهایی که نیاز به نیرو داشته باشه بتونن فعالیت کنن و کار کنن. این خیلی مسئله مهمیه. بسیار عالی. خب اینم از مسئله تحصیلی بچه‌ها که خب خیلی اطمینان خاطر رو به ما میدن که بتونیم قدم هامون رو خیلی مطمئن‌تر برداریم.